برفی ای شب زمستانی گریه در گلو دارم چون هوای بارانی گریه در گلو دارم چون هوای بارانی بازوان من سست است زانوان من سنگین بازوان من سست است زانوان من سنگین باری پیری است این بار چون برم با سانی ای شبی برفی فراز آمد در شکیب جان بودم در نشیب پنجاه این نکه تنی فانی هرچی دل جوانی کرد کودکان خندیدم پیری آمد و پشیمانی پیری آمد و پیری پشیمانی ای شبی برفی نوری معنویت را بر دل آرزو کردم برفی خجلتم بنشست بر دو سوی پیشانی روشنی مرا نشنا رو به ظلمت آوردم کی توانم دیدم پوزشی گناهان را غیر از این نیارم گفت وای از این مسلمانی وای از این مسلمانی وای از این مسلمانی وای از این مسلمانی ای شبی برفی درود عزیزان، ما با دلی گرم با لبی پر از خنده پر از تبسمی که آری از درد و غم و رنج است آمدیم و نشستیم روبروی شما. برنامه خاطره ها را شروع نمودیم، پیشنهادتان میسازیم و با همین میخواهیم لحظه فراغت ببخشیم در این شام نکو. این شام باشد استودیوی ما را پر کردند با مهر، با محبت، با آهنگ، با ترانه گروهی کلان هنرمندان انسامبل دولتی لاله به نام غفار و لامتزاده. هر یکی شما را خوش آمدید میگوییم.
و باید گفت در آغاز که این شام سرودی نفر بازخوانی می شود که هم شخصیتش و هم کسبیتش دوست داشتنی است و بسیار می پسند و همیشه سرودهایش را گوش می کنند. هنرپیشه خلقی پرده قاسم از جانب هنرمندی جوان هم مطرب و هم آوازخوانی همین انسامبل دولتعلی سلیموف. باری دیگر خوش آمدید. شامتان بخیر. سلامت باشین. اولا سلام عرض میکنم به همه تماشابینان تلویزیون سفینه و مخلصان برنامه خاطره ها. تشکری از شما میکنم که ما رو به این برنامه دیدنی و شنیدنی خاطره ها که در آن سرودهای که سالهای طولانی در دل مردم جا گرفتن، نقش بستن، دعوت نمودید. چون در آغاز برنامه یکی از سرودهای بسیار تاثیر بخش استاد پرده قاسم را شما بازخوانی نمودید، سبب چیست که محض همین سرود را در نخستین انتخاب کردید؟ سرود شب برفین، شعر نادرپور، آهنگ استاد پرده قاسموف سالهای 1989 اینجانی سروده شده است، در دل مردم جای گرفته است و ما که از این سرود سر کردیم یک آهنگ دلکش، یک آهنگ فورم، یک آهنگی که در اول برنامه یعنی بسیار خوش میآید. و چون از آغاز برنامه سخن کردیم اینجا خود استاد پرده قاسم قید می نمایند که من سال 1959 در سن 13 سالگیم از کلاب به شهر دوشنبه سفر کردم و در تئاتر اپرا بالت با غزل سیدای نصفی که سرود نام داشت مرغ به بال و پر دیدم دلم آمد به یاد برآمد نمودم باری نخستین و این آغاز فعالیت هنرمندانه ایشان بود تا به امروز ببینید که زیاده از 60 سال که در پی ایجاد هستند و اینقدر سرودهای بسیار ماندگار آفریدند، سرودهایی که واقعا دلچسب است، خصوصا متنهایش بسیار ساده است، بسیار عامه‌فهم و همگان دوست می‌داریم و بارها گوش می‌کنیم. شما از رپرتواریشان چون همکسب و همکار نیز هستید، در یک جا فعالیت می‌برید، چقدر سرودهایشان را تا به هنوز از خود کرده اید؟ چقدر من به ایجادات استاد دست دادم. ایجادات استاد زیاده از 300 آهنگ میباشد. سرود یعنی اولین کاری که در سر کردم در فیلارمونی دولتی به نام اکاشریف جورایف بود، در انسامبل ادنه هوشیموف که روبریان رو رحمت الله هوشیموف به عهده داشتن. من راستی استاد رو از صنف‌های 9 10 اینجوری یعنی با سرود ابرونه پرون میشناختم، ولی نمیدونستم که بسیار غزل‌های کلاسیکانی ما رو یعنی آهنگ بسته است، یعنی در رپرتوار جو کرده است و وقتی که با رحمت الله هوشیموف به کنسرت‌های دولتی می‌رفتیم، در اونجا نه که استاد پرده قاسموف رو دیدیم از نزدیک، در اونجا هنرنمایی میکردن و بعدتر که به انسامبل خدمت نشاننده لاله گذاشتم، در اونجا که با استاد همکار شدم. من در اونجا به حیث مطرب بودم، دستسازی رباب است. وقتی که سرودهای استاد رو در اونجا یعنی می نواختم، سرود شب برفی رو من در اونجا شنیدم، بسیار با من خوش آمد و دیگر سرودها زیاده است. 5-6 سرود استاد رو میدونم تیار کرده و در اینجا 4 سرود استاد رو پیشنهاد می‌نمایم. در برابر آن سرودی که الکی پیشنهاد کردید باز کدام سرود را آوردید؟ چون جوانی هست، بعد زور بمیرم، سرودی که به من پسند بود، سرودی زور بمیرم است. وقتی که استاد هنرنمایی میکردن من یعنی شعر اون رو نوشتم یافتم و عمر علی میرعلیف رو یعنی که التماس میکردم که به من نوازن و در اسباب میرزا دولت میشتن، همین سرود رو اجرا میکردیم تا چند سال. چی برنامه بود؟ عمر علی میرعلیف روبر موسیقی ما برنامه ریزی میکردن. در برنامه یعنی که سرود زور بمیرم استاد پرده قاسم بود و در همین وقتی تمرین یعنی کمتر درمان شدن، عمر علی میرعلیف ما رو گفتن که یعنی این سرود رو اجرا کن و ما مشق کنیم. اجرا کردم تا نصف اومدیم، تا نصف سرود یعنی استاد اومدن گفتن استاد خود شما سرایت، گفت نه من گوش میکنم. تا آخر این سرود رو یعنی که من خوندم با من بهای نقض داد و گفت که از رپرتوار من، از ایجادیات من چیزی به شما پسند میآید، یعنی میتونی
بازخوانی کنیم. میدونید آن نفرانی که میخواهند سرودهای ایشان را بازخوانی نمایند هرگز زید نمیبرویند، میگویند که بگذار خوانید و اگر نتوانستید از نوته پستر شروع کنید و اگر توانستید بسیار عالی، بسیار من خرسند میشوم. و اینچنین در باره کسبیتشان هنرپیشه شایسته تاجیکستان قربانعلی آدینایف میگویند که ما صنعت موسیقی ما دارند نفران حرفه‌ای را، استادان را که واقعا کسبیتشان بسیار درجه عالی را دارد، ولی به مثل پرده قاسم خیلی کم هستند، انگشت شمار هستند. بیایید سرود دیگر را نیز منظور بیننده میسازیم و پس آن صحبت را ادامه میدیم. چون جوانی رفت و در دل یادی حسرت بار ما، نو رفت از چشم بر من جسمی نو در کار ما، نو رفت از چشم بر من جسمی نو در کار ما، آن همه زیبایی و خوب بیبی رفت دنبال او، آن همه زیبایی و خوب بیبی رفت دنبال او، لیک به قدری آن خواری سری دیوار ما، لیک به قدری آن خواری سری دیوار ما، خاری سری دیوار ما. باغ زیبایی که بوده بلبلانش نغمه خوان، باغ زیبایی که بوده بلبلانش نغمه خوان، شد همه خشک و بیابان بلبل از گفتار ما، شد همه خشک و بیابان بلبل از گفتار ما، بلبل از گفتار ما. در ترازوی خیرد من برکشیدم زندگی، در ترازوی خیرد من برکشیدم زندگی، لیک در پیش نظران مرگی پر اسرار ما، لیک در پیش نظران مرگی پر اسرار ما، مرگی پر اسرار ما.
میشوند فردوس بدون فصل ها هر سال تکرار میشوند فردوس بدون آدمی رو لحظه های عمر ناتکرار با آدمی رو لحظه های عمر ناتکرار با چون جوانی رفت و در دل یادی حسرت بار ما نور رفت از چشم بر من جسمی نو در کار ما نور رفت از چشم بر من جسمی نو در کار ما خار سری دیوار ما بلبل از گفتار ما بلبل از گفتار ما تشکر برای اجرا دولت علی. سلامت باشین. تا به حال آن سروده که پیشنهاد گردید بازخوانی شد یکی از سرودهای تربیتگری استاد به حساب می رود و عموما یکی از صفتی که در حق استاد نامبر میکنند تربیتگر است زیرا این نفر بسیار یک خصلت عجایب که دارند علاقه گفتیم میپرسند که بهری جوانان چی میگوید بهری همان نفرانی که نو به صحنه صنعت موسیقی قدم میمانند نو به عالم موسیقی وارد میشوند چی گفتن میخواهید میگویند هیچ چیز جوانان بگذار که جوانی کنند ولی یک جمله دیگر میگویند که در اینجا علاقه پرطلبی سرطلبی استاد معین میگردد میگویند ولی در حالی که بزرگسال میشوند نباید از جوانی خود یعنی عمر گذشته خود پشیمان شوند خود را علاقه باید که شناخته باشند شناسند و همین طریق خود استاد که میگویند 3 مکتب را گذشتم از سال 1961 مکتب استاد ظفر ناظم را پس آن مکتب بیزوال آدینه هاشم و پس آن مکتب استاد جورابک مرادوف را و پرده قاسم شدم بالاخره شما در حق شناخت استاد چی میگویید چگونه تربیتگر هستند در محیط کاری سختگیر و یا نه البته سختگیر هستند سرودایی که ما اجرا میکنیم در وقت تمرین ها بسیار یک شنوای خوب موسیقی دارند کجای موسیقی ویرون میشود چی میشود در حال میفهمند بسیار نصیحت میکنند که همه وقت باید یعنی که در صحنه در نواختن یعنی که اراده مستحکم داشتن در کار که به گزینه بالایی یعنی رفته رسی یعنی مهنت کنید بله سبک استاد بسیار نازک است بسیار یعنی که قین هم هست دشوار است بله هست وقت‌های تمرین استاد با من بودن و گفتن که آهسته آهسته شما وقت تمرین کردن گیرید یعنی پخته میرسید اصلاح میشه مکمل میشه چون در حق استاد میگویند یکی از صنعتکارانی است که در صحنه بسیار صمیمی است بسیار آزاد است اگر سرود شوخ باشد همون فضا رو همون چی گویم احساس را بهر بیننده رسانده توانند نه تنها با طریق اجرایش یعنی آواز و آهنگ و موسیقی بلکه طریق احساس هم طریق حرکت ها هم شاید از همین باشد من بله در صحنه ها در کنسرت ها یعنی استاد با همو اجرایش یعنی حرکت های خود یعنی بسیار مردم رو به خود جلب میکنند بله درست است گردی رقاصه میگردد خیلی آزاد است یعنی آزاد است بله و چون از خصوصی کنسرت حرف زدید هنرپیشه خلقی خاصیت ارتیق و میگویند که باره من خواستم پیش از کنسرت خود را برگزار نمودند همکاری کنم و همراهی استاد پرده قاسم سروده بسرایم و زنگ زدم گفتم که استاد یک سرود است یک جای می سرایم پرده قاسم در جواب میگویند که من کی تکلیف شما را رد کرده بودم می سرایم کدام سرود را و همین خیلی سرود را می سرایند بسیار به استاد خوش می آید سرود با نام میده میده خال داری می باشد کجایش را سرایم میگویند خاصیت ارتیق و میگویند که
جای اوجش را، یعنی همون جایی که بسیار بلند است. همون گونه که شوخ طبیعت هستند میپرسند که دوش هم میرسیده باشد، یعنی آواز هم میرسد، میگویند که بله حتما آواز شما که گیرا هست میرسد، چرا نه؟ همین خیلی این سرود رو پیش از برگزاری کنسرت میسرایند در یک مدت خیلی کوتاه، میگویند که از خود میکنند. استاد شعر بسیار صمیمی است، به خلق نزدیک است. بله وقتی که سرودهای استاد رو یعنی که اجرا میکنی، بعد درک میکنی که چه خیلی ایجاد کردن، چه خیلی خوندن. اگر همین سرود رو یعنی که پستر کرده خونی، زورچه میگن هم گم میشود، جاذبه‌اش گم میشود. وقتی که بلند کنی بلندتر میشود. همین وقتی که در ایجادات استاد دست میزنی، بعد این رو درک میکنی. یعنی نازکی بسیار دارد. استاد یک دیاپازون وسیع دارد. بسیار دیاپازون وسیع که بسیار اوجهای بلند رو گرفته میتونه. سرودی که همکنون بازخوانی میشود چی نام دارد و چی تاریخی دارد در یاد شما، در خاطره شما؟ سرود زور بمیرم است. یکی از سرودهایی که من ایجادات استاد دست دادم همین سرود بود. سرود زور بمیرم. یعنی همین شعر، همین آهنگ سبب شد که شما روی آوردید. سرود خطا نکنم 2000 ایجاد شده است. پس بشنودی آما میکردن. در سلسله زلفی کجت زار بمیرم، زار بمیرم. چرکا کلی خود را بخمی پای فکندی، چرکا کلی خود را بخمی پای فکندی. آه در تاریکی موی شبت زار بمیرم، در تاریکی موی شبت زار بمیرم. ای گل بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم. چشم از لبی شیرینی تو کندن نتوانم، آه نتوانم. در نقطه آن خال لبت زار بمیرم، زار بمیرم. در نقطه آن خال لبت زار بمیرم، زار بمیرم. ای منظری پراتی فچان باغ بهشتی، ای منظری پراتی فچان باغ بهشتی. آه در میوه خوش بوی تنت زار بمیرم، در میوه خوش بوی تنت زار بمیرم. ای گل بلندی قدر زار بمیرم، زار بمیرم.
هر سخنی چون شکرت زار بمیرم ای گل به بلندی قدر زار بمیرم زار بمیرم در سلسله زلفی کجت زار بمیرم زار بمیرم در سلسله زلفی کجت زار بمیرم زار بمیرم زار بمیرم. میدونید سبب پیدایش هر چیز نیک، سبب تولید هر چیز نیک عشق است، محبت است و هر آن آهنگی که پرده قاسم بستند، روی کار آوردند، هر آن سرودی که ایجاد نمودند، سراول متنش به این شخص پسند آمده است. این را بارها تاکید میکنند که در مد اول باید متن باشد و به شما از این سرود سراول آهنگ پسند آمده بود و یا شعر؟ البته این سرود وقتی که ما در کنسرت های دولتی یا بیرون از این وقتی استاد این سرود رو میخوندن، این باز یک رقص زیبا هم دارد. این سرود شعر هدیت الله رحمان، آهنگ پرده قاسم و شریف بیدر می باشد. بسیاری از شعر خوب است و آهنگ هم خوب است و من خوش آمد و این سرود رو از اول انیسته رو دم تا به حال به من پسند است. از انتخاب متن که حرف زدیم، اگر ما به رپرتوار ایجادیات پرده قاسم نظر اندازیم، معلوم میگردد که بسیار رنگارنگ است. بله. بسیار گوناگون شکل است ولی در همه حالت دلرس، گوشرس، دلچسب و بیشتر از ایجادیات شاعر بسیار نامی، بسیار ماندگار تاجیک استاد مومین قناعت انتخاب کردند غزلیات را، شعرها را و بیشتر دوست می‌دارند و کوشش میکنند که سرودهای نو را روی کار آورند و آوازی گیرا و لحنی برا نیز دارند. در فهمش ادبیات، صنعت یک شخصی مکمل هستند. بله. و این را همگان علاقه قبول کرده است، شناخته است، پذیرفته است. خب شما چه امروز همچون یک پیروی ایشان در اجرای سرود و یا در ایجادیات سرود بیشتر به چه اهمیت میدید؟ هر یک شخص، هر یک هنرمند باید در ایجادیات خود از شعرهای کلاسیکال یعنی استفاده برد، از شاعران یعنی معاصر استفاده برند و من در ایجادیات خود زیاده از 20 سرود دارم و شعرهای از حافظ، از سعدی، از امیر خسرو دهلوی و شاعرای حاضر از رویا عثمانی هستند و در آینده کوشش میکنم که از کلاسیکون بیشتر استفاده ببرم. چون از پرده قاسم میپرسند که سرودی دوست داشتهتان کدام است؟ میگویند همه سرودهایم را دوست میدارم. بیشک و شبهه زیرا هر یک آن سرودی که من تا به حال خواندم، ایجاد کردم، تا به گوش مردم، تا به هوش مردم، تا به دل مردم رفته رسیدند. از این خیلی شاد گشتم، شاد میگردم، ولی باز در برابر اینقدر ایجادیات خود یک سرود بسیار دوست داشتنی دارم با نام تاجیکستان از منی و این سرود را باری نخست در پیکره اسماعیلی سامانی سروده بودند. پیشتر من همین سخنان رو میشنیدم که میگفتن سرودهای ما به مثل فرزندم است. بعد من میگفتم چه خیلی سرود دیگر فرزند دیگر. اول وقتی که به ایجادیات دست زدم، بعد در اون وقت درک کردم که سرود برای یعنی شخص ایجادکار یعنی که خیلی عزیز است. از سبک ایشان چی ها را آموخته تا به هنوز که شما را تا به همین سطح آورده رسانیده است و تا به حال یک چیز نوی خود را کشف میکنید، یعنی میفهمید، میآموزید خود را؟ در سبک استاد مریزم ها بسیار هستند، گرفتنشون بسیار دشوار است و من در آینده کوشش میکنم که یعنی از استاد همین مریزم ها رو یعنی که به خود گیرم. با بازخواند همین سرود که گفتیم یک سرود شوخ است، جذاب است، باور داریم که طبع بیننده نیز همین گونه خوش خواهد شد و این شام باشد خاطرمان به مثل برنامه خاطره ها. بله، اولا
من تشکری از استاد میکنم که من رو دستگیری کردم. هنرمند خلق تاجیکستان استاد پرداخ قاسم تشکر میکنم. تشکر، خوش آمدید باری دیگر. دوستان اینجا قید می نماییم که صحنه کوچک ما را به مثل قلب های شما این شام بسیار وسیع و پهناور نمودند هنرمندان انسمبل دولتی خدمت نشان داده لاله به نام غفار ولامتزاده. اینجا با پیشنهاد سرود نهایی برنامه جنبست میکنیم. با شما خیر خوش می نماییم. مرحمت. بر عشق و نازی تو چو گشتم نگران، رفت از یاد من همه لب شکران، از خوابیگران 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 ابرو نپران ابرو نپران. من خستم آخر چی کنم با دیگران، ابرو نپران جانکم ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران. نمیشوون نازی ترا گیرم به کنار قدیتن نازی ترا کی باشد و کی که بیشنوم رازی ترا بر گوش دلم جادی هم آوازی ترا ابرو نپران جانکم ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران. مرا اشاره کردی که برو من رقص نمیتانم نخیزان تو مرا مجبورم نکن مرا خدا بخبران مجبور کنی که تو بخیزان همه را ابرو نپران جانکم ابرو نپران ابرو نپران دخترک ابرو نپران. ابرو نپران که میشوی قاتل من
به کسی نشو بشو مایل من ابرو نپرون جانکم ابرو نپرون ابرو نپرون دخترک ابرو نپرون ابرو سنیمو پرون هرسو نپرون ابرو سنیمو پرون هرسو نپرون